درسته که کدمون تموم شده ولی خب یه قسمت خیلی اصلی مونده. از اونجایی که من وبکم درست حسابی ندارم قراره که از دوربین گوشی به عنوان وبکم استفاده بکنیم. ما اینجا یه دونه هولدر گوشی داریم که میتونیم گوشیمون رو بزنیم بالا، به کامپیوتر وصلش کنیم و آسمون رو رصد بکنیم. خیلی خب، من گوشیمو همون جوری که بهتون نشون دادم به همونجا وصل کردم و این تصویریه که حالا ما داریم فضا میگیریم. منتها هوای امشب تهران یکم ابریه و حالا آلودگی‌هایی که همیشه هست ممکنه که یکم مشکل داشته باشه و چیزی نتونیم امشب ببینیم. اما در کل همچین چیزی قرار بشه و از اپلیکیشن دروید کم من استفاده میکنم برای اینکه گوشیمو به عنوان یک وبکم به کامپیوتر یا پی سی وصل کنم. خیلی خب، حالا بیام بریم کدمون یه چکی بکنیم و ببینیم که کدوم کار میده، مشکلی داره یا مشکلی نداره. در واقع این کدی بود که تو قسمت اول زدیم و بدون هیچ سینتکس اروری میتونیم رانش کنیم، اما ممکنه مشکلاتی هم داشته باشه. و ما برای ران کردن این کد نیاز به VPN داریم. VPN رو سیستممون داریم که بتونیم به تلگرام عکس بفرستیم. حالا اگر این همچین باتی رو مثلا شما میخواید کلا ران بکنید برای حالا بقیه افراد، یه نیاز به VPS یا سرور مجازی دارید که حالا میتونید اون رو از سایت‌های دیگه خرید کنید. اما فعلا می‌خوایم ران کنیم. من VPN هم روشن کردم و اینو ران میکنیم. این که از قسمت وبسایتمونه که نوشته در حال اتصال تلسکوپ روشن شد و عکس میاره. و اینجا یه مشکلی که هست الان من تازه فهمیدم اینه که وقتی میخواد به تلگرام بفرسته یکم اینترنت ایران متاسفانه مشکل پیدا میکنه و این تایم اوت میخوره. تایم اوت یعنی این که مثلا اون کانکشنی که من حالا به یک سروری یا به یک اپلیکیشن یا هر وبسایت یا هر چیزی که دارم قطع میشه و این مشکل سر VPN یا اون وبسایت میتونه باشه. خب صرفا مشکل من اینترنت و VPN همه. و اینکه یه بار یه تست میکنیم ما اینو ببینیم یه مشکلی براش پیش میاد یا نه، یا نگاه بکنیم که ببینیم اتفاقی براش میفته و بله دوباره تایم اوت کنیم. خیلی خب، من VPN هم عوض کردم. حالا یه بار دیگه میتونیم تست بکنیم که ببینیم آیا این یکی سرور جواب میده رو تلگرام یا نه. یه بار دیگه اپلیکیشن اینجا ران میکنم. همچنین اون وبسایت با اولین تصمیم همیشه میاد بالا، اما آیا به تلگرام ارسال میشه؟ مثل اینکه اینجا داره تلسکوپ زنده نشون میده و تو تلگرام هم بله همونجوری که میبینین عکس‌ها رو به تلگرام فرستادم. دقیقاً اینجا تلسکوپ نمیشه روشن شد، میتونیم تصویرها رو تلسکوپ ببینیم. امشب متاسفانه کم ابریه، اما اگه یک روز بهتری میتونستیم این کار رو انجام بدیم میشد فهمید که حالا یه سر ستاره ببینیم و اینجور چیزا. این هم بوده از قسمت دوم این سری. حالا ما تو قسمت بعدی قرار بریم به اپلیکیشن رو یه سر فیچرهای جدید اضافه کنیم و اینکه یه سر مشکلات وبکم رو برطرف کنیم. مثلا شما کنین حالا این تصویر کم تاره احتمالاً و یه سر تنظیمات باید روش انجام بشه. میتونیم اینو درست کنیم یا حالا یه اپلیکیشن دیگه یا چیز دیگه استفاده کنیم برای ضبط کردن و یکم اپلیکیشن رو بهتر کنیم، رو وبسایتمون کار کنیم و چیزهای دیگه.